مراسم قسمیات‌کنی کورسانتان سال یکم تحصیل اکادمی چهارم وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با اشتراک هیئت رهبری کننده، پروفسوران، آموزگاران و پدر و مادران در وضعیت تنتنوی صف آراستن کورسانتان همه بخش‌های تحصیل با صدا دادن سرود ملی و به میدان برآوردن پرچم اکادمی آغاز گردید. سرول سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کل کورسانتان را با این روز سعید و خاطرمان تبریک گفته اظهار داشت که محض توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امکان داد که جزو تام‌های ارتش ملی، وزارت کارهای داخله و دیگر ساختارهای قدرتی با تکنیک و تکنولوژی معاصر و با کادرهای صاحب تخصص و بلند اختصاص تامین و برای مدافع دولت و ملت و حمایت منفعت‌های خلق آماده گردند. سپس مراسم قسمیات‌کنی آغاز گردیده هر یک نفر کورسان عاید به خدمت صادقانه به دولت، حمایت آرامی و آسودگی مردم، ولایت قانون، پاک وجدانی و خیانت نکردن به دولت و ملت قسم یاد کردند. باید تذکر داد که از سال 1994 تا به امروز از این بارگاه آماده کنی متخصصان دارای قابلیت بلند جسمانی، عقلانی و ذهنی، داننده کسب حربی و آماده به حفظ مرز و بوم وطن و حمایت مردم از هر گونه خطرها هزاران نفر متخصصان در قشون‌های داخله و مقامات میلیتسیا به میدان فعالیت برآورده شدند. در فاکولته چهارم اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در مجموع بیش از 600 نفر کورسانتان به تحصیل فرا گرفته شدند. همزمان در این فاکولته آمادگی ابتدایی کسبی و تکمیل اختصاصی کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوق نیز تأسیس داده شده. همساله کارمندان مقامات میلیتسیا را به بازآموزی و تکمیل اختصاص فرا میگیرد. در این چاره‌بینی تنتنوی بعد انجام مراسم قسمیات‌کنی، گذشت نظامی کورسانتان از میدان و نمایش ملکه و تجربه در این مدت کوتاه از برنموده آنها در آمادگی حربی، مناسبت با یراق، تربیه جسمانی، عملیات در حالتهای فوق‌العاده و امثال آن به اشتراکداران نمایش داده شد. مورد به ذکر است که کورسانتان امروزی فاکولته چهارم اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آینده همچون متخصصان ورزیده کسب خود صف کماندیران قشون‌های داخله و مقامات میلیتسیا را پوره خواهند کرد. برای رسیدن به مهارت و ملکه کسبی در فاکولته تمام شرایط معاصر دانش اندازی از خودکنی ملکه کسبی حربی، تربیت و تندرستی، صداقت به دولت و ملت، هوشیاری و زیرکی سیاسی بیش از 40 نفر هیئت پروفسوران و آموزگاران استادان کسب خود با کورسانتان مشغولیت می‌گذرانند. بعد از افغان یادکنی هر یک نفری از این کورسانتان چون کارمندان وزارت کارهای داخله اعتراف گردیده من بعد فعالیتشون چون نماینده مقامات دولتی و دارای مسئولیت بلند در نزد قانون، دولت و جامعه به حساب خواهند رفت.